بحث ساخت سیمبل های جدید از اون مباحث بسیار پر اهمیت در این نرم افزار هست. به جهت اینکه ساخت سیمبل های جدید دارای نکات و جزئیات خیلی زیادی هست که تسلط نداشتن روی این موضوع و ساختن یک سیمبل با رعایت نکردن این نکات باعث خواهد شد که ما در خیلی از بخش‌ها و قسمت‌های بعدی طراحیمون از جمله زمانی که بخوایم یک سیمبل رو به سیمبل دیگه متصل بکنیم، یک سیمبل رو در واقع روتیت بکنیم، یا حتی در بحث فرم‌های خروجی، حتی در بحث در واقع شماره سیم‌ها و خیلی از مباحث دیگه در نقشه‌مون دچار اشکال باشیم. خب مبحث ساخت سیمبل در چند موضوع مورد آموزش قرار گرفته. موضوع اول طریقه ساخت لایبرری های جدید و نحوه فعالسازی اونها هست. حالا در واقع طریقه ساخت لایبرری های جدید و نحوه پر اهمیت فعالسازی اون از جمله در واقع مباحث بسیار کلیدی توی این موضوع هست که من به شخصه با افراد زیادی برخورد داشتم که یک لایبرری جدیدی رو ایجاد میکنن ولی لایبرری ایجاد شده در نرم افزار براشون ظاهر نمیشه که علت این امر فعال نکردن اون لایبرری هست. در این موضوع هر دو مبحث ساخت لایبرری جدید و فعالسازی اون به طور کامل با تمام نکاتش همراه با مثالی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت. موضوع دوم استفاده از ابزارهای گرافیکی برای طراحی سیمبل ها هست. خب قطعا در زمانی که ما بخوایم یک سیمبل رو طراحی بکنیم در ابتدا باید از ابزارهای گرافیکی استفاده بکنیم که در این در واقع بخش از این فصل نحوه استفاده از ابزارهای گرافیکی در زمان طراحی یک سیمبل مورد بررسی قرار گرفته و یک سیمبل جدید توسط این ابزارهای گرافیکی به عنوان یک نمونه در این بخش طراحی شده. در موضوع بعدی روش قرار دادن کانکشن پوینت برای نقاط اتصال سیمبل ها به سایر تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته. در نرم افزار ایپلن هر سیمبولی که ساخته میشه در صورتی میتونه به سایر تجهیزات در مدار متصل بشه که این قابلیت در اون ایجاد شده باشه که شیوه انجام این کار به طور کامل در این موضوع مورد آموزش قرار گرفت. موضوع بعدی نحوه ایجاد واریانت های مختلف برای سیمبل های جدید ساخته شده جهت روتیت کردن آنها هستش. حالا به عبارتی در فصل قبل هم در مورد روتیت کردن سیمبل ها در واقع نکاتی اشاره شد که برای این کار باید واریانت های تعریف شده برای هر سیمبل رو داشته باشیم که در این موضوع در واقع نحوه ایجاد در واقع واریانت های مختلف در یک نمونه عملی مورد شرح قرار گرفت. موضوع بعدی در واقع دادن قابلیت ورود اطلاعات فنی به سیمبل های جدید هستش. در واقع زمانی که یک سیمبل ساخته میشه هیچ کدوم از این قابلیت ها به طور پیش‌فرض در اون وجود نداره و باید مرحله به مرحله این قابلیت ها رو در واقع در اون ایجاد بکنیم که کاری که ما در این فصل در واقع در بحث ساخت سیمبل ها میخوایم انجام بدیم در واقع همین هستش. یعنی ما در ابتدا میایم لایبرری ایجاد میکنیم، بعد لایبرری رو فعال میکنیم، بعد با ابزارهای گرافیکی سیمبل رو طراحی میکنیم، قابلیت اتصال در واقع بهش میدیم با استفاده از کانکشن پوینت ها. در مرحله بعدی واریانت های مختلف رو براش تعریف میکنیم و در مرحله بعد دادن قابلیت ورود اطلاعات فنی رو بهش در واقع اعمال میکنیم. موضوع بعدی که حالا توی این مبحث مورد بررسی قرار میگیره نحوه ادیت کردن سیمبل های ساخته شده است که موضوع پر اهمیتی است، چون ما خیلی از مواقع پیش میاد که بخوایم یک سیمبل رو حالا در واقع شکل ظاهریش و اطلاعاتش رو ادیت بکنیم که این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در واقع تشریح نحوه برقراری ارتباط بین اطلاعات سیمبل های پروژه ما و دیتابیس های ایپلن هستش که
در واقع توی این موضوع آخر در واقع ما نحوه ارتباطی که دقیقاً به صورت آنلاین داره در هر لحظه بین اطلاعات پروژه ما در ساخت سیمبل جدید و دیتابیس های ایپلنت صورت میگیره رو برای شما تشریح خواهیم کرد که یک دید کاملا روشنی داشته باشید که در زمانی که دارید سیمبل رو میسازید چه اتفاقی داره رخ میده.